دوستان سلام، خواستم یه وسیله خیلی کاربردی که خیلی جاها میتونید شما از این استفاده کنید. این یه دمنده است. خب برای منقل های کباب عالیه، برای کوره های کوچیک خونگی عالیه. من تا حتی این رو برای کوره قالکاری دارم ازش استفاده میکنم. یعنی یه چیزیه که خیلی هزینه‌تون رو پایین میاره به نسبت تا اینکه بخواید برید یه دمنده که حالا الان قیمتاش هم حداقل دیگه بالای 3 و خورده میلیون هست رو شما بخواید بخرید. ببینید اینا فن اصطلاحاً هود آشپزخونه است. شما اینا رو راحت میتونید از ضایعاتی ها تهیه کنید. ببین یکی این بر یکی این بر، 2 موتور است. خب پرتاب باد فوق العاده ای هم داره. حالا البته هنوز من سیماش و اینا رو داخل نکردم. یه پرتاب باد پرشتاب خیلی عالی که شما اگر بخواید شتابش بیشتر بشه 2 موتورش رو روشن میکنید، اگر باد کمتری رو بخواید یه موتور روشن میکنید. یه چنین جعبه ای رو بیایید بسازید. اینم دریچه به اصطلاحاً برای بخاریه. من دایره این رو کپ برش زدم و این رو یه جورایی حالت پرسواری جا زدم که سفت محکم حسابی که از جاش تکون نخوره. این دیگه فقط مونده این سیما رو من بدم داخل کار، خیلی هم اوکی. این درش هم از رو بستم که دسترسی داشته باشم به موتورهای فن حالا اگر نیاز باشه. شما حتی اگر موتور سوخته اینا رو هم پیدا بکنید، موتور فنهاش دونه 500-600 هزار تومنه توی بازار. موتور فنهایی که به اینا میخوره 500-600 هزار تومنه. یعنی یه چیز جمع و جور ارزان قیمت برای مصارف خیلی جاها و این که خیلی کارایی ها داره دیگه. شما حالا تصور کنید هر جایی که دمنده نیاز داره شما میتونید از این وسیله استفاده کنید. حتی برای دوستانی که چاهکن هستن دمنده نیاز دارن عالیه. برای منقل های جیگر و کباب پزی عالیه. برای کوره های به اصطلاحاً زمینی، برای ذوب آلومینیوم، برای حالا ذوب انواع فلزات عالیه. برای کوره قالکاری که خودم هم دارم الان ازش استفاده میکنم عالیه دیگه. حالا جاهای دیگه هم میتونید ازش استفاده بکنید.